السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان مهربان و گرانقدر، با امید جانجوری و صحتمندی شما و فامیلای محترمتان، امید است که لباس عافیت به تن داشته باشین و از گزند روزگار در امن الهی بوده باشید و ماه مبارک رمضان را به خیر سپری نموده باشید. الله متعال را شکرگزار هستیم که برای ما و شما توفیق داده تا از فیض و برکات این ماه مبارک رمضان حصه بگیریم. الله میفهمه که تا رمضان دیگر ما و شما زنده خواهیم بود و یا در قید حیات خواهیم بود و یا ای که به لقای الله پیوسته خواهیم بود. پس برای ما شماست که از هر لحظه ماه مبارک رمضان استفاده جویی نماییم و خود را به تقوای الهی نزدیک بسازیم و به الله خود را نزدیک بسازیم. بنده خواستم که مطالب کوچک را راجع به ماه مبارک رمضان و مسائل مربوط به آن و وظیفه و مسئولیت ما مسلمان ها در قبال آن خدمت شما تقدیم بدارم که بعد از حمد و ثنا به حضرت حق تعالی و درود و صلوات به حضرت بر روح پرمفتوح حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام، رمضان قراره که الله متعال در کلام الله مجید می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماه مبارک رمضان فرض شده بالای شما ای مسلمان ها، اما قسمی که بالای امت های ما قبل فرض شده بود و مقصد اصلی از ماه مبارک رمضان این است که با تقوا برسیم. یعنی انسان روزه را میگیرد و خود را ظاهرا و باطنا پاک میکند. روزه انسان را چی از نگاه ظاهری و چی از نگاه باطنی پاک میکند و انسان را به مرحله تقوا میرساند. انسانی که با تقوا بود و با تقوا رسید و با تقوا خود را رساند، او پیروز و کامیاب است. اگر نه ما هر بسته سال روزه بگیریم و همیشه عبادت کنیم، اگر تقوای الهی را حاصل نکنیم، پس این عبادات ما و این روزه ما جای را نگرفته است. منظور از عبادات که بالای ما شما فرض شده است این است که انسان کامل شود، انسان کسی شود که تمیز شود از یک حیوانه. اگر نه حیوان هم اگر از صبح تا شام دهنش بسته کنی چیز نمیخوره، ولی انسان است که او روزه را به خاطر الله متعال میگیرد، خوردن و نوشیدن را به خاطر امر الهی توقف میکند و این یک مکتبی است، یک مرحله است که انسان در این تربیه میشه که تا بعد از رمضان هم انسان باید چنین باشد. یعنی در ماه مبارک رمضان تمام اعضای بدن باید روزه بگیرد. چشم باید روزه داشته باشد، دست باید روزه داشته باشد، پا باید روزه داشته باشد، زبان ما روزه داشته باشد و تمام جوارح ما باید روزه بگیرند. به این معنا که ما باید اجازه غیبت نداریم، با دست کس را اجازه نداریم که اذیت بکنیم، چشم خود را به سوی نامحرم نگاه نکنیم و با پای خیش به سوی حرام نرویم و همچنان با گوش خیش غیبت نشنویم و زبان ما غیبت نکنه و خون کسی را نریزانیم، عزت کسی را نریزانیم. پس اگر ما چنین روزه را چنین بگیریم که تمام جوارح ما روزه داشته باشه، امو است که ما با تقوا نزدیک میشیم. ایام معدودات، روزه یک چند روز معین است که یک ماهی است. فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام الاخر. کسی که مریض است، سبحان الله، ببینیم که الله متعال سهولت داده بر ما. کسی که مریض است و کسی که در سفر است میتونن که روزه را افطار کنن، نگیرن و فعدة من ایام اخر میتونن که بعداً قضایش بیاره. و الذین یطیقون فدیة طعام مسکین، و کسی که روزه را گرفته نمیتونه، شیخ فانی است و مشکل است برش و یا حمل داره و یا یک تکلیف دیگه است که همیشه دائمی برش می باشه، یعنی یک مریضی دائم وقت می باشه، او میتونه که چیز کنه، روزه را نگیره و در مقابل فدیه بده و فدیهش هم بر مساکین باید بده.
اما مهمترین مسئله که عزیزان گرانقدر و مهربان در روزه برای ما شمایی است که روزه یک مکتب است که ما باید در او تربیت شویم که و مسئله مهمی که در ماه مبارک رمضان رخ داده، بزرگترین نعمت الهی که است شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. در ماه مبارک رمضان است که قرآن نازل شده که هدی للناس است، هدایت است برای مردمان. این برای ما شما مهم است که از قرآن ما باید قوانین خود بگیریم، زندگی خود را طبق قرآن باید عیار کنیم، اعمال خود را، کردار خود را، رفتار خود را، تجارت خود را، هست خود را، نیست خود را از قرآن بگیریم. مقصد از این است و روزه ما شما را تربیت میکنه که ما باید به مرحله تقوا برسیم. برادری ما، اخوت ما، همکاری ما، همدلی ما، ای که ما گشنه خود را نگاه میکنیم، این بارمان ما شما معنایش است که چند وقت ما باید از دل بیچارگان، کسانی که نان ندارن، کسانی که به خوردن چیز ندارن، کسانی که در شبانه روز یک وقت نان خود را ندارن، از دل زو بیاییم. این مسئله مهم است که یک احساس دیگه بر ما پیدا شد و همچنان ما باید نفس ما تزکیه شد. رمضان یک عبادتی است که نفس ما را باید تزکیه بکنه، به الله ما نزدیک شویم، محبت ما را نسبت به دین الله و قوانین الله و پیامبر علیه السلام و مساکین باید بیشتر بسازه. انسان شکسته باشیم، از تکبر، از خودخواهی، از این چیزا دور شویم، به خاطر که در این ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پس عزیزان گران قدر و مهربان، الله متعال برای ما شما اراده آسانی داره. یرید الله بكم اليسر ولا یریدکم بكم العسر. الله را ما باید زیاد یاد بکنیم. این نعمت الهی را ما باید قدرش بدانیم. بسیاری امراض داخلی ما را روزه علاج میکند. کسی که مثلا شما این مسئله دکتر صاحباست، کسی که مرض شکر داره و کسی که مرض دیابت داره و کسی که فشار داره و امثال هم، این معده و جواری یک ماه هستن و یک ماه استراحت میکنن. در این هم حکمت الهی است که یک مسلمان باید مسلمان تندرست باید باشه. مسلمان قوی بهتر است از مسلمان ضعیف کرده. و روزه عبادتی است که ما را بازم الله برای ما نعمت گذاشته و عبادت برای ما فرستاده است. و در امی آیات متبرکه الله متعال باز میفرماید و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. اگر ای محمد مصطفی علیه السلام بندگانم اگر راجع به من پرسان میکنه، من نزدیک هستم به ایشان. دعا کو الله استجابت میکنه، دعای قبول میکنه. الله دعای زمان افطاری را قبول میکنه. شما دعا بکنین، دست به تضرع داشته باشیم که الله متعال رحم کنه برای ما شما. اجیب دعوت دای اذا دعان. کسی که دعا کنه الله متعال قبول میکنه. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. الله رب العالمین برای ما شما نعمت فراوان گذاشته است. عزیزان گران قدر و مهربان، روزه مکتب است که ما را یک مسلمان تربیت کنه، یک انسان تربیت کنه. روزه مقبول علما میفرمایند روزه است که بعد از اون معلوم شه که بعد از رمضان ما چطور هستیم، که آیا بعد از رمضان ما همینطور اعمال نیک که در رمضان انجام میدیم در بعد از رمضان انجام میدیم. زبان ما از غیبت خود نگهداری میکنیم، چشم خود از حرام نگهداری میکنیم، دست خود را از حرام و از کارهای ناجایز نگهداری میکنیم، قدمای ما طرف حرام نمیرویم، مواظب قدمای خود میباشیم. وای با امتی که روزه را بگیره، عبادت الله را بکنه ولی بازم اصلاح نشود. وای که رسول الله علیه السلام میفرماید وای بال کسی که رمضان را پیدا کنه ولی مورد مغفرت الله متعال قرار نگیره. بیاییم که ما این روزه را روزی بدانیم که ما را یک مکتب است که اصلاح بکنه، چی ظاهر ما چی باطن ما. امی امراض باطنی که ما داریم که حسادت است، کینه است، بغض است،
عداوت است و دشمنی است و حب جا و مال و تکبر است و این 99 امراض باطنی که علما او را بیان کردن، این امراض از خود دور کنیم، سینه خود باز داشته باشیم به هموطن خیش و به یک برادر مسلمان خیش، دست سخاوت داشته باشیم، لب پرخنده داشته باشیم. حتی رسول الله علیه السلام می فرماید که امی تبسم لوجه اخی که صدقه، امی تبسم که در مقابل برادر مسلمانت میکنی یک صدقه است. دین مبین اسلام ما را دعوت داده، این به این معنی نیست که ما تانا عبادت کنیم، امی دین ما تانا عبادت است. نیتورت الله متعال تشویق کرده برای اینجا روزه را تو گرفته نمیتونی، فایده فقیران میشه، تو فدیه میدی، فایده فقیران میشه. و ای که اگر روزه را بدون علت کس بخوره 2 ماه پای در پای روزه بگیره و یا یک 60 مسکین نان بده و یک غلام آزاد کنه، ببینید که فایده دیگران میرسه، فایدهش به دیگران میرسه. چون اسلام دین انسانیت است، به خاطر نجات انسانیت از بدبختی آمده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدایت از به مردمان. ولی کی است که قرآن باز کنه؟ و یا کسانی که قرآن میدانن بازم ببینید که شیطان بالایشان زور شده. در این ما شیاطین بزرگ است که شیاطین در زنجیرها بسته شدن، ولی بعض علما میگن پس چرا انسان کارهای ناجایز میکنه؟ چون نفس انسانی تربیت شده. 1 سال امی نفس در امی امراض بود، در امی جنگ و جدال بود و در امی حالات دیگی که قرار داشت که بین شیطان و رحمان بود، امی نفس هم تو تربیت شده، خصلت شیطانی را گرفته و در این ما الله برش چانس داده که نفس خود را نجات بده، از شیطان ببره و با رحمان پیوند بکنه. یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی سلم کافه، شما باید با تمام معنا در اسلام داخل شوین، قرآن باز کنین، از قرآن زندگیتان بیاموزین، قرآن سرمشق زندگیتان بیاموزین. اگر ما تنها با می اکتفا کنیم که ما والا روزه گرفتیم، حالا افطاری کردیم و نان خوردیم و باز رفتیم تراویح کردیم و قرآن خواندیم، ولی از مزایایش، از حقیقت قرآن و از حقیقت روزه و از حقیقت عبادات که الله بالا ما فرض کرده ما آگاهی پیدا نکنیم، این بیفایده است. چی فایده؟ که بعد از رمضان هم اموتر ما باشم، بعد از رمضان انسان باشم که غیبت میکنم، شیطانی میکنم، نمامت میکنم، حسادت دارم، قلبم پر از کینه و عداوت است، دشمنی دارم با دیگران، پس چی فایده؟ چرا خود آزار بدیم؟ پس بهتر است عزیزان گرام قدر و مهربان که ماه را ما غنیمت بشماریم و به خاطر اصلاح خود کار بکنیم، به خاطر اصلاح باطن خیش، به خاطر اصلاح جواری خیش، که الله متعال بالای ما رحم کنه. عبادت میکنیم به خاطر اصلاح خود و عبادت میکنیم. اگر من اصلاح شم جامعه اصلاح است، اگر من اصلاح باشم خانواده اسلامی باشه. پس عزیزان گران قدر و مهربان، الله متعال عبادات همه ما شما را قبول و مقبول بگرداند و الله متعال ما را توفیق عنایت بفرماید تا مسلمان واقعی ما شویم، با تمام معنا مسلمان شویم و از درد و رنج و غم یکی دیگر خود آگاهی پیدا کنیم. و مسئله دیگه که لله الحمد ما توانستیم از طریق باران و از طریق بنیاد باران رحمت تعداد کثیری از خانواده های مسلمان را با کمک و یاری شما عزیزان که مساعدت نمودید کمک نماییم و تعداد کثیر زیادتر از هزاران، زیادتر از 1000 یا 2000 نفر انسان را به بضاعت را ما افطاری دادیم به توفیق الله متعال و در ولایات مختلف سروی داشتیم. از شما عزیزان که ما را در این راستا کمک نمودند جهان سپاس و از تمام عزیزان که به زحمت شدن در این افطاری کار میکنن، زحمت میکشن و این مواد با مردم تقسیم میکنن، افطاری تهیه میکنن، الله متعال در میزان حسناتشان بیافزاید. ان شاء الله که پروگرام‌های ما ادامه خواهد داشت و ما بازم یک بار دیگر از تمام عزیزانی که در آلمان و خارج از آلمان ما را کمک نمودن با پول خیش، این پولی که الله برای ما داده و این را برای ما به خاطر امتحان داده و این عزیزان همین پول به بیچارگان تخصیص دادن. خداوند
در دنیا و آخرت بدیلش برشان بده و الله ازشان راضی باشه. سلامت باشید انشالله که ما برنامه دیگه هم خواهیم داشت. موفق و کامگار باشین و مرا از دعایتان فراموش نکنین. اوقات خوش، روزی خوش. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.